مراجعه کننده بعدی لطفاً. دوکی، من واقعا از دست این دختره خسته شدم. فکر میکنه خیلی بوژیه با اون مانتوی براق و عطر فیکش. وایسا ببینم، تو دهه 80 آره. مترجم دهه 80 لطفاً. خب من در خدمتتونم. سلام آقای دکتر. اولین کلمه که ایشون گفتن کلمه بوجیه، به معنی ادایی خودمون. احتمالاً منظورش اینه که طرف سعی میکنه لاکچری به نظر برسه. جالب ترش اینه که دوست پسرش لوکی به هم ابراز علاقه کرد. منم قشنگ تو جمع هایکی گفتم این از من خوشش میاد. خب لوکی یعنی پنهونکاری. منظورش اینه که دوست پسر دختره بهش زیرکی آمار داده، یعنی ازش خوشش اومد. بعد اینم نامردی نکرده. هایکی یعنی علنی رفته تو جمع گفته که پسر از من خوشش اومده. خب دختر جون چرا اینجور جاها میری؟ ببین، نه که بخوام فلکس کنم ولی واقعا وقتی یکی مثل من اینقدر خودشو گلاب کرده باشه نمیشه ندیدش گرفت. فلکس یعنی به رخ کشیدن و پوز دادن. گلوب هم یعنی تغییر مثبت از نظر رفتاری و شخصیتی. خب ببین دختر جون، مشکل شماها اینه که فقط fake it till you make it میکنید. معنی رو شما برام بنویسید.